پکوری ما آماده شده دوستای عزیز، سعی کنین چه خوب مزه‌دار است. حتما از این طرز استفاده کنین، آسان و ساده است. تنها کچالو و پیاز ضرورت دارین شما. سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو دیگر ما. امروز با شما طرز تهیه پکوری رو یاد میدیم، آسان و ساده. دیگه تا آخر ویدیو بیننده باشین. حالا کچالو رو ریزه میکنیم دوستای عزیز. یک عدد پیاز هم ریزه میکنیم دوستای عزیز. کچالوی ما رو اضافه میکنیم که ریزه کردیم. پیاز هم اضافه میکنیم. همراه مرچ تازه. گشنیز تازه رو ریزه میکنیم دوستای عزیز. گشنیز تازه رو اضافه میکنیم دوستای عزیز. یک قاشق تخم گشنیز اضافه میکنیم. یک قاشق ترشی است. نیم قاشق زردچوبه اضافه میکنیم. بعد از این مواد را که اضافه کنیم دوستای عزیز، آرد اضافه میکنیم. 4 قاشق آرد اضافه میکنیم. مخلوط میکنیم را خوب. کمی آب اضافه میکنیم دوستای عزیز، بسیار کم. قدر ذره را اضافه کنیم دوستان. در موارد در جانش بچسبه مواد ما. به این شکل خوب مخلوط کردیم. چتنیش جور میکنیم دوستای عزیز. طرز چتنیش هم به شما یاد میدیم. رومی را اضافه میکنیم. اول 2 عدد رومیز، 2 دانه، 1 عدد مرچ، قدر ضرورت گشنیز، نیم قاشق نمک، چتنی ما آماده شده دوستای عزیز. روغن موندیم دوستای عزیز، سرخ شده. یعنی حالا این مواد ما رو میندازیم. تا این میمونیم خوب سعی سرخ شده دوستای عزیز. مواد ما رو انداختیم. این ریشه دار میتیم دوستای عزیز. لیمون تیار شد دوستای عزیز، را میکشیم. پکوری ما آماده شده دوستای عزیز، سعی کنین چه خوب مزه‌دار است. حتما از این طرز استفاده کنین، آسان و ساده است. تنها کچالو و پیاز ضرورت دارین شما. از این طرز حتما استفاده کنین و دوستایتان هم شیر کنین، سابسکرایب کنین، لایک کنین حتما.